پنیک فرد نمیشناسه، انسان رو میشناسه. سلبریتی ها و پنیک. وقتی سلبریتی ها هم نفسشون بند میاد میشکنن و پنیک میشن. پنیک فقط مال تو نیست. وقتی روی صحنه میرن هزاران نفر فریاد میزنن اما هیچ کس نمیدونه پشت اون لبخند شیک یه جنگ درونیه که بهش میگن پنیک. ادل خواننده مشهور بریتانیایی و برنده 6 جایزه گرمی توی یه شب با چشمای اشک‌آلود پشت صحنه میره و اجراهاشو با گریه شروع میکنه به خاطر پنیکش. زین مالک خواننده مشهور بریتانیایی تنها هنرمندی که در سال 2013 تا 2017 جایزه بیلبورد میوزیک اوارد رو 2 بار میبره، دست به صورتش در گوشه‌ای از اتاق به خاطر اینکه در سر حمله پنیک مغزش قفل میشه کنسرتش رو لغو میکنه. شان مندز خواننده مشهور کانادایی برنده 11 جایزه MTV EMA در حال گریه پشت صحنه کنسرت با آه سنگین و تپش قلب و لرزش نفس از شدت ترس و حمله پنیک کنسرتش رو لغو میکنه. سلنا گومز خواننده مشهور امریکایی مکزیکی مادر ایتالیایی برنده 6 جایزه در لاتین امریکن میوزیک اوارد بعد از پیوند کلیه دچار حمله پنیک میشه. لیدی گاگا خواننده اهل منهتن نیویورک برنده 14 جایزه گرمی میگه با کابوس شبانه و تنگی نفس و حملات پنیک از خواب بیدار میشن. اونا خواننده های مشهورن ولی دردشون مثل من و توه. پنیک فرد نمیشناسه، انسان رو میشناسه. حتی بعضی از قوی ترین صداها مثل ادل توی سکوت میشکنن و دوباره میخونن. تو هم اگه تجربهشو داشتی برام کامنت کن. با هم تنها نیستی.